سلام، من مرتضی کاظمی هستم، یکی از پارکورکارهای افغانستان شهر کابل. خب امروز ما می‌خوایم رشته پارکور را به شما معرفی بگیریم که پارکور چی است، کدام رشته است، از کجا به وجود آمده و تا فعلا به کجا رسیده در سطح جهان و در سطح افغانستان. خب پارکور یک کلمه فرانسوی است که به معنای عبور از نمونه به کوتاه‌ترین زمان و بهترین شکل است که بنیانگذارش شد توسط آقای دیوید بل که از فرانسه شده و در حقیقت یکی از آرزوهای پدرش بود که پدرش یک شخص نظامی بود، می‌خواست رشته را بنیانگذاری کنه که خودش فوت کرد و آقای دیوید بل را بنیانگذاری کرد و فعلا آقای دیوید بل چندین تا فیلم هم داره که در بخش سینما فعالیت میکنه. خب رشته پارکور در سطح جهان و افغانستان رشد زیاد کرده. فعلا در سطح جهان در تمام کشورها با رشته مردم آشناست، خصوصا جوانان جذب رشته میشن چون یکی از رشته های خیلی جذاب است. خودم شخصا 8-9 سال میشه که در رشته تمرین میکنم و مزار شریفی رشته را شروع کردم و فعلا در شهر کابل تمرین میکنم و همچنان تمرین میتونم. از حمایت هایتان ما را فراموش نکنین، چینل خودم هم سابسکرایب کنین و لایک و شیر یادتان نره. انشالله ویدیوهای جالب و جذابتر دیگه هم در راه است.